یو بکس، خوش اومدید به اولین ویدیو چنل یوتیوب آرمان کار شو. اینجا رو ما پاسات CC 2015 موتور 2 لیتری توربو داریم. این ماشین خیلی جوان پسنده، یعنی ماشین شیک و قشنگیه. الان با من همراه باشید که میخوام یکی سری از خورده کاری های این ماشین واسهتون تعریف کنم. اول از همه چیز که این ماشین منو جذب خودش کرده، از فیس، مثلا میشه گفت فیس هم خشنی داره، هم یه فیس قابل پسندیه واسه جوونا. چون اینجا میبینید چراغا لید به کار رفته و دیگه نمیدونم، چراغ قشنگی داره این ماشین. چراغاش حتی با خاموش روشن کردن بالا پایین میکنه، با فرمونا چراغاش میچرخه، چپ و راست میشه. اینجا چراغ مهرشکن هم داریم ما، ولی این ماشین چون مدلش پایینه 2015 کرومکاری توش به کار رفته، یعنی تو مدل همش کرومکاری بوده. تو جلو رو نگاه کنین، گریل و کناره ها رفته، دور یکم بکشم عقب اینو، دور پنجره کرومکاری شده، زیر در، سپر عقب ولکس واگن کروم نوشته شده. این ماشین رنگش رنگ سیمنتی هستش، بهش میگن که سیمانی حالا، ولی این رنگ در پاسات تکه، خیلی کمه در پاسات این رنگ. ببخشید اگه صدای باد زیاد بود. اینجا ما چیز خاصی نداریم، شیشه ها رو داریم و آینه برقی و قفل باز کردن و بستن و باک بنزین و صندوق عقب و اینجا هم چراغ کیلومتر رو کم و زیاد میکنی و چراغای جلو، کروز کنترل. خواهیم راهنماز بریم تو ماشین بشینیم. خیلی خوب، درم ببندیم. بله، یه چیز دیگه این ماشین خیلی دوست دارم اینه که در باز میکنیم مثل ماشینای اسپورت لبه نداره. خیلی خوب، ما اینجا توی ماشین یه فرمون شیک و نازک و مجلسی داریم، یعنی گرفتنش خوبه، بدک نیست. چیزی که ضد حال میزنه این پدل شیفتای خیلی جنس بدیه، پدل شیفتاش جنسش آشغاله، کوچیک، هم خیلی کوچیک و هم آشغاله، جنسش خیلی بده، میتونست بهتر باشه برای این ماشین. بعد از هم حضور شما میبینی اینا همش نرمه، اینا نرمه، اون حتی پشتی هم نرمه، ولی این سفته. این پلاستیک آشغاله که شکلش مثلا مثل اینجا هم پلاستیک داریم. یه ساعت خیلی شیک و مجلسی داریم اینجا. ما مانیتورش فابریک نیست، واسهش بستن، عوض کردن این مانیتور رو. اینجا ما میبینی که مال کولر رو داریم، تنظیم کننده و اینا. این ساینس رو داریم و این اگه باز بشه، بله، جای فندک و USB و منظور جور حرفا. ترمز برقی داریم ما اینجا، آتو هولد داریم، ترکشن کنترل، پرده عقب، عوض کردن مود رانندگی. من اینجا رو نزدیک کنم واسهتون. عوض کردن مود رانندگی داریم که چند مود داریم، نورمال و سپورت و کامفورت. بله، چون این ماشین فنراش برقیه، با عوض کردن این مودا فنراش خشک و نرم میشه. سانسور داریم، سنسور داریم ما. پارک داریم، پارک دوبل داریم ماشین، به دو شیوه میتونی پارک کنی ماشینو، یعنی کنارش فقط اینه که ماشین رو میزون کنی، این دکمه رو بزنی و فقط ترمز با توه. اینجا ما از این چیزش خیلی خوشم آمده، استارت این ماشین خیلی قشنگه، یعنی نه جا میگیره نه میخواد بذاری تو جیبت، میذاری اینجا، کار سویچ واسط میکنه.
اینجا میبینیم که این یکم دور کنم، جای خوبی داریم ولی قابل قبول. آوکس هست اونجا. اینجا اگه دقت کنی کولر هم داره، این بازوش اینجا هم کولر هم داره، اونم مال ایربگ اونور. سانروف این ماشین فرق میکنه با سانروف های دیگه. این سانروف فقط پشتش باز میشه، یعنی نمیتونی این سانروف رو کامل باز کنی. سانروف فقط پشتش میره بالا، مثل ماشین BMW 640 سانروفش اینجوری میشه گفت فیک. حالا فیک هم نیست ولی فقط پشتش میره باز میشه. ترکیب رنگ قشنگی داره این ماشین، صندلیاش قهوه‌ای و مشکیه. دیگه چی داریم ما اینجا؟ چیزایی کم خرت و پرت داریم اینجا که مال چراغا و اینا چیزایی که به کار اصلا این کشور نمیاد. پدلای اسپورت مثلا کارخونه گذاشته که حس اسپورت بودن به اون راننده دست بده. خواهیم یکم باش راه بریم تست کنیم واسهتون ببینیم چطوره این ماشین. با ما همراه باشید. خیلی خوب، ماشین رو چرخوندم، روش اونوری بود. اولین چیزی که با پاسات تو حس میکنه رانندگی میکنی اینه که ماشین حس اسپورت بودن رو بهت میده. چرا؟ چون ماشین نرمی نیست. پاسات سی ماشین نرمی نیست. پاسات معمولی که میشه گفت ورژن پیرمردونه یا مثلا به چشم من میاد، اونا خیلی خیلی ماشین نرم و خوش دستین. اینم خوش دسته ولی چی این خشکه چون حس و حال اسپورت بودن رو داره. من این سانروف رو ببندم، سر صدا میاد ببخشید. همینطور که گفتم ولی ماشین باحالیه چون این ماشین 2 کلاجه است. موتور 2 لیتری توربوشارژ که اولوش 200 اسب بخار 2 کلاجه است. این ماشین رانندگی قابل پسندی داره، یعنی خوشم میاد از رانندگیش. همونطور که گفتم اسپورت تقریبا. حالا یکم بهش میخوایم گاز بدیم ببینیم چی داره تو وجودش این ماشین. ببینیم قابل پسند جوان هست با 200 اسب بخار. خوبی 2 کلاجه اینه که گاز میدی، یعنی عمل کردش تقریبا مثلا میشه گفت مثل یه ماشین دنده دستی ولی چی خیلی راننده حرفه‌ای مثلا اون زیر نشسته داره دنده رو واسه عوض میکنه. چیز خفنیه. ولی 2 کلاجه حالا بدی و خوبی خودش رو داره دیگه. مصرف سوخت این ماشین هم میشه گفت تقریبا بلوش 8 لیتر. اونم خوبه، بدک نیست، قابل پسنده. برعکس یه چیزی که خیلی خیلی منو یعنی کاری کرد که من خیلی خوشم بیاد از این ماشین اینه که یه باندی روشه این ماشین، یعنی یه سیستمی داره این ماشین، سیستم صوتی. یعنی نه بگی مثلا مارکیه نه چیزیه، هیچ، یعنی فابریکه کلن. باندای همه معمولیه ولی سیستم صوتی خیلی خفنی داره. خیلی الان به خاطر کپی رایت میشیم ما نمیتونیم الان اینجا آهنگ پخش کنیم ولی سیستم صوتی خیلی خفنی داره این ماشین. خیلی من حتی مثلا ماشینایی داشتم که سیستم بیتس و دیگه نمیدونم بوز و اینا بودن، این خیلی از اونا باحال‌تره، صداش خیلی بهتره. حتی اگه بخوای نگاه کنی هیچ چیزی نداره، معمولیه، فابریکه، یعنی هیچ شرکتی نیست. خیلی چیز خفنیه سیستم صوتیش. دوستان عزیز امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. برای ویدیوهای بیشتر حمایت کنید که تا ماشین بعدی سورپرایز خیلی قشنگیه. یه ماشینیه که بعید میدونم بعدتون بیاد ازش. منتظر ویدیو بعدی باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بدرود.